حسنت ز جهان چشم مرا دوخته است جان، عشقی تو به جانم آتش افروخته است جان، از بس به دلم دست درازی کردی، از بس به دلم دست درازی کردی، دستت ز حرارت دلم سوخته است جان، دستت ز حرارت دلم سوخته است. زندگی نفرانی در یادها ابدا باقی میماند که واقعا محبوبی همگان بودند. تاج‌الدین محیدینов. این نام را وقتی به زبان میاریم نخست همین سرود و باغ زیبا و همون ارغنجکی که مقدس نبی و روی آن الوانج میخورد به یاد میآید. گفتم که در آینه را میبینی. این سرود تقریباً 40 سال قبل در یک از موضع‌های دینشین تاجیکستان به نوار گرفته شده است. با این طرز اجرا کردن سرود یعنی هم نقش بازیدن و هم سراییدن آن وقت در صنعت تاجیک چیزی کاملا نو بود. بنابراین دوی در زمان خود خیلی شهرتیار شده بود و تا امروز تماشابین آن را با محبت گوش میکنند. دلدار به من گفت چرا غمگینی جان، در بند کدام دلبرک شیرینی جان، دلدار به من گفت چرا غمگینی جان. اینو اکن همین قطر با профессионально актерски همین قطر ثبت شدگی اینو با خوندگی действительно یک از دور میبینی میگوی که اینو действительно یک دیگرشان باشه. نوآوری بود با یک دیگر معامله در هوای همین سرود معامله یعنی گفتگو با یک دیگر پهلوی یک دیگر بودن. وقتی که همون الانچک وقتی که باد میخورد این طرف به اون طرف میرد نگاه های بینید همه استاکارانه همه مهربانانه یعنی همین دوگانه خانی همین دویت به درجه های عالی بود. همون شب وقتی کس میبیان از کدام توی میبیان بعد تماشا کردن این نوار جانم لیلی من بیدار میشم از جا نمیخیزم و پدر حیران میشن. مادرم میپرسد که چی شد این پرونه چی شد یکم کسل شده میگن نه کسل نیست را پرسه خودش بیداره. بعد چی شد چه کرد انا باید های داده کو شما کیا انا مقدس های داده کو اوخای باید اونجا سرود باید من چیکار میکردم هیچی سخت های میدادید میغلطید من در جیبم میشم من های میداده. امروز ما دوگانه خانی میکنن میبینیم جوانای اصلی همون محبت به دیگر نیست چون سرود همین طلب میکند هرچند که ویا مثال اگر وای باشن نه اگر در یک جا هم نباشن اینا در زندگیشان دیگه وقتی ترانه ویا رو چیکار میکند در همین محیط اینا را بیدار میکنه که انا همین یک دوستی و رفاقت بیدار میکنه. تاج‌الدین محیدینov 2 فوریه سال 1949 در دهه مرتپه شهر ایسار تولد شده. هنوز از کودکی شیفته صنعت سرایندگی بود. الکی در سن 13 سالگی رباب قشقری مینواخت و سرود میخواند. او در مکتب هنری مخصوص نخوانده است. صدای دلنواز و ترانه‌های سحرانگیز او را محبوب دلها کرد. من از دوره مکتب خوانیم تاج‌الدین محیدینov را میشناختم یعنی که آقای بانه آقا کس از دوره جوانی با تار میخواندن و بسیار آوازی شیرین داشتن آوازی یک مخملین داشتن و در خاطر دارم که در همین فیلارمونی پیشتره اون کس تخمینا 19-20 ساله بودن با یک تار و دایره کنسرت دادن در فیلارمونی و ما آماده تماشا کرده بودیم. اما سرودهای مادر گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود و به مانند همین سرودها با تار می خوندن الکی مشهور شده بودند. می سازد که ما هر زمان هر نفس یاد کنیم چنین مردهای هنر را چون که هنر به هر کس داده نمی شود. هنر این یک زر است و هنرمند زرکار. اگر وقتا که این زر صیقل ندهی این زر چی جلو نمیده.
همین طریق آوازهای تاجدین محیدینov بیرون از ده پخش شد و سال 1974 روبرت انسامبل استرادی نزدیک کمیته تلویزیون و رادیوی کشور سراینده رو به انسامبل آوازدار گلشن به کار دعوت نمودند. با آمدن تاجدین محیدینov و مقدس نبی و انسامبل گلشن شکوه تازه کسب کرد. تاجدین در سرود از امکانات‌های اسباب‌های موسیقی استرادی و اسباب‌های ضربی به طور کامل استفاده می‌برد و در صنعت تاجیک هر وقت نوگانی وارد می‌کرد. آریشا عارفوف با ارکستر گلشن دعوت میکنن و وقتی که با ارکستر گلشن فعالیت را آغاز میکنن این یک شکوه شهامت ارکستر گلشن را با یک درجه با بلند برداشت. هم خودی تاجدین محیدینov را نیز با مخلصان باز نزدیکتر کرد. در دوره که در فیلارمونی دولتی کار میکردن یک کنسرت گذاشتن و بعد همون در فیته‌های اون دوره من خیلی همون ثبت کردن یک باغ بهار است بیا دختری اما فصل بهار است بیا دختری اما. همین سرود که ما جواب میدیم که ما هم ایامی همین عاشقی همین سرود در گوش من همین خوابم با همین میخوندم کوشه بایم میخوندم را بایم او زمانم در دل ما خلاقه ما هم میانی مردم بودیم. بسیار آوازخوان ها با چیزهای سبک دست میزنن بگیم با آهنگوی یا که بس خانهای سبک این اصیل نبودن بسیار از اینا را میفهمونن. اما صنعتکار اصیل نیست چرا با چیز سبک دست میزنن. دوم اینکه بسیار اونا را این شرایط هم مجبور کرد ساخته است. شرایط امروزه که مشکلی های زیادی را پیش چشم آورده است مجبور ساختن نمیتواند. اونا بنابر همین سبب با چیزهای سبک دست میزنن اینا را یک روزمره خود میسازن. وقتی که من با ارکستر گلشن آمدم 1977 بعد از ختم اینستیتوت صنعت اکای تاجدین علاقه در اونجا کار میکردن. مقدس نبی و رحیمه شلایر عمر زیف مغفرت همراخل و اینا علاقه در اونجا کار میکردن و ما یک جایه کار کردیم سالهای زیاد سفرهای هنری بسیار کردیم یک جایه. این خیلی انسامبل ساختن با فکرم همین وقتی ما به من بخد خوشبختم پرسندم که من همین خیلی آدم کتی کار کرده دلم آرام میشه که یاد و برسو گفته که برین yes что вспомнить. همین союз به چند انسامبل بود. Ялла, песняры, Дигаро. Единственный ансамбль, который имел звание госпремии, это был тогда при Союзе ансамбль Гульшан. اینقدر اینتלקט، اینقدر سواد، اینقدر حتی صحبت کردنهای من حاضر این مال پدره، آموختنی پدره، چون که از خودمون هرچند که زیاد گاسترول‌ها میرفتن، زیاد کنسرت‌های مثال دولتی داشتن، حکومتی، معرکه‌هاشون زیاد بود، ولی حتما در مثلا وسط بین یک روز میگذره، دو روز میگذره، وقت یافته تا صبح ساعتی 3-4 ماه خواب رفتن نمیموندن، فرزندای میشینوندن از اینجا از هر کدام یک وزبینی سبکی راه زندگی نشان میدادن. استعداد هنرمند در انسامبل گلشن روز تا روز نمو میکرد. سرودها اجرا کرده تاجدین محیدینov ای صنم، ترک یاری، مادر، بهار عمر، فلک، فراق یار، کام دل، شادیانه، جان شیرین و چندین سرود و ترانه‌های دلنشین به قلب مردم راه یافته او به سراینده دوست داشته مردم تبدیل یافت. تو بیا در بر من، خوب سیمین بر من، از کناری تو جدا چی چاره سازم. انا همین سرودهایی که پیوسته وقتی که در گلشنم رفتن، همین سرودهایی که ایجاد شد، یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل، همین ها بعد پیدا شدن، ایجاد شدن. خب پیوسته بعد همین سرود مشهوره که ای صنم
همین هم با مشورتی یک درچند که در گلشن بودن با همین چیزا ما وقتی که میشیم همین را مشورت میکردیم. انسانی دیده درا بود. پیوسته علمی آموخت. او نه بلکه همچون یک هنرمند بلکه همچون یک شاعرم گویم خطا نمیکنیم. بسیار اون سرودهایی که اون اجرا کرده بود از اشعار خودش هم بود و حرکت میکرد که اون سرودهایی که با آهنگهای بسته‌کاران تاجیک که همکاری داشت حرکت میکرد که به سمت مخلصان به هواداران صوت و نوای خود به مخلصان خود رساند. خودشان ایجادکار بودن، سرود ایجاد میکردن. بغیر از این سرودهای کمپوزیتوران تاجیکستان را میسراییدند. مثلا آهنگهای آهنگ قدرت‌الله یحیی فراق یا چند آهنگش را سراییدگی هستند. از دمیر دوست محمد سراییدگی هستند. از جورخان عابدپور سراییدگی هستند. از فتا آدینایف سراییدگی هستند. با کمپوزیتورها همکاری داشتند. بغیر از این از سرودهای خلقی میگرفتند، تکمیل میدادند. وقتی که سخن مثلا درباره دمیر دوست محمد میرد یا که قدرت الله یحیی میرد یا که فتاح آدینه که دیگران، چرا من اینا رو حرمت نکنم؟ چون که اینها در حقیقت بسته‌کاران اصیل هستند و طی چند سالی که ما در رادیو و تلویزیون هم کار کردیم با اینا یک جایگی بسیار سر و کار داشتیم با این بسته‌کارا. بسیار آهنگای اینا رو من طریق رادیو و تلویزیون سراییدم. همه کمپوزیتور میدونست که همین سرودی من همین تاج‌الدین میتونه توی کرده. اینا مغفرت من گل‌های دوشنبه و یوری لядов музыкальный руководитель ما خونده دیدنیتی چه خیلی سرود کرد تا خضر زنده. من میومدم در دیلم همون با میگفتم یگان نقشی شود وای شود نسته بعد فقط من دل برداری میکرد. خیلی حوض دنیا همی خیلی وای کن چیز کن. یکی در وقتی که ما با هم کار میکردیم ما در یک خانه زندگی میکردیم. سفرهای هنری با جایی که نرویم چقدر خارج ها رفتیم. سوزی بلبل را چی داند آن که خود عاشق نبود. دوستان و پیوندان میگویند هنرمند همیشه تلاش میکرد که اثرهای مرکب را روی کار آورد. به این خاطر برای تهیه یک سرود زحمت‌های شبانه روزی میکشید. برای اثبات این گفته‌ها از خزینه طلایی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان همین نوا را دریافت کردیم. هر یک سرود نیست مثل شعر و داستان، مثل پوست و رمان با زحمت زیادی انشا میگردد. سراینده برای این زحمت زیاد به خرج می‌دهد. شب‌های بیخوابی کشیدن جهد می‌نماید که سرود خوبی تولید گردد تا که به دلها جای یابد. یک کمین زحمت میکشد، روزی شب سخن اونجا میکوبند، بعد خودش چند تا سرود ایجاد کرده که آهنگش بود. بعد چی گویم؟ اینا بینید که بعد ثبت کردن در کار، نه اینکه حاضر یک وایکتی کلمکتی نوشتن میگیرد، آوازداری آوازت وای میکند. اگر تا سمی تنال چی گویم اگر کمک فلسفه میکنی اینو راست میکنن وایشون کتی. ما یک سروده میشد که یک چند برسات میکنیم از سرش تا آخرش خوندن در کار، نه اینکه یک کوپلت یک سروشکا نه. یک بسیار هم وقتی مهمی که در همین سفر ایجادی ما بود در شهر شیراز در نزد قبر خواجه حافظ
хоҷа ҳофиз васият карда будааст ки касе ки ба қабри ман марқади ман мебиёяд назди ман мебиёяд ҳатман ҳамун шаб ҳофизхонӣ кунад. вақте ки Тоҷиддин Муҳиддинов баромад кард ки бовар кунед он мардум ҳайрон шуданд ки ин ҳунарманд ин қадар овози махмалин, ин қадар садои форам, ин қадар садои ширин аз куҷо бошад. вақте ки баъд эълон карданд ки аз Тоҷикистон ҳар як нафари ӯ омада ҳунармандҳои маъруф аз дигар давлатҳо ҳатто аз худи ҳамон Эрон омада соядаст гирифтанд. ҳатто яъне ин ҳунари воло аст. باز هنرمند انا همین پیش از اون که در عالم هنر میبید وای حس کند که من آینه جامعه ام، من تربیتگر جامعه ام، من همین جامعه را به طرف آبادی میبرم، به ترانه‌ام، به قدمم، به نگاهم، به سخنم. ای санам аз машҳуртарин суруди ҳунарманд буд ки то имрӯз доираи васеъи ҳаводоронро дар кишвар ва мамолики дунё мафтун кардааст. ҳарчанд оҳанги суруд тоҷикӣ набошад, ҳам Тоҷиддин Муҳиддинов тавонист бо садои марҳуладор онро дар ҷаҳон машҳур гардонад. суруди эй санам бо рақси мавзуни гулдухтарони гурӯҳи ҳунарии зебо чунон бинандаро мафтун мекард ки дар консертҳо мувофиқи талаби мухлисони сершумор такроран намоиш дода мешуд. сухан аз рубоёт худаш меёфт. ин эй санам аз дигар ансамбл хондагӣ, английский ансамбл ҳаст, ҳозир ёдам ба несту, ҳамин музыкая суруда гирифта, ина бинед ки рубоёт монда унҷа ба тоғрӣ карда иҷод кард. баъд эй санам оригиналаш ки хондагӣ бошад ягон ҷоба намедонанд, ҳамин суруди мӯя медонанд, суруди Тоҷиддин намедонанд. суханоша худи Тоҷиддин навистагӣ эй санама. баъд вая Лядов, Юрий Лядов ва такмил доду, ҳамина Тоҷиддин хонду, зебо аминзода гирифта рақс монд. ҳам суруду ҳам рақс бисёр ҷолиб буд. то ҳола тамошо мекунанд мардум ба воситаи ҳамин суруд дар тамоми иттифоқи советӣ суруд машҳур шуда буд ва дар сафарҳои ҳунарӣ низ ин сурудро месароиданд ва бисёр хуш қабул мекарданд. вай уникальный тембр дошт. эй санам худаш бинед ки чӣ хеле бархатный так баед. барои ҳамин дӯст доштанд. бутун ҷаҳон ба гӯям хато намекунам, Тоҷиддин амин сурудаш кати машҳур шуд. тамоми мардума ба ваҷ оварданд, аз ҷо хезонданд ва мардума ҳамин суруд маҷбур кард ки ба ҳунари воло кафкӯбӣ кунанд. яъне ҳунари воло дар дилу дидаи мардум ҷо мегирад ва ҳеҷ гоҳ аз ёду аз дидаҳо ҳеҷ гоҳ дур намешавад. бениҳоят дараҷаи олӣ ино ба навор гирифтагианд ки фикр мекунам ки то ҳамин ҳозира ҳамин хел клип ягон кас сабт накарда. вақти ансамбли зебо, рақси зебо аз вай зинаҳои самолёт тайёра вақте ки чӣ хел мефурӯяд рақс кардау дар ҳамон майдони фурудгоҳ рақс мекунанд бо садои эй санам ва ҳамин суруд муаррифӣ шуд. ба шарофати ҳамин эй санам чӣ қадар одама унвон гирифтанд ки Тоҷиддин ҳунарманди шоиста ҳофизое ки ҳастанд аз даже халқӣ гирифтанд. баъд артистои шоиста шуданд. Франсия ҳамиш бо эй санам буд. ҷони ширин ин қадар ҷангам макун. ҳамаи сурудҳои Тоҷиддин Муҳиддинов намерандаанд. тарзи иҷрои малеҳи ӯ ки қалбҳоро оромишу ҷонҳоро навозиш мебахшад ҳеҷ гоҳ кӯна намешаванд, зеро бурди ҳунарманд дар интихоби шеър олӣ буду суруду оҳангҳои нотакрораш ба мардум таъсир мерасонид. آن که خود عاشق
تمام شوق و ذوق بازم با دایره پی پرفیوم میگرفتیم هم جوانی بازم با همون چون که من بی حرکت نمیتونم بازم از انسامبلش خسته من این با گردی وای توشدین چرخ میزدم با مردم کافه کوبیش که این چی این نوآوری در سند مثال میبینیم که مردم از شوق از همون ذوق هنر من دیگه گمان میکردم که در همین صحنه یک من هستم دیگر کسی نیست. همه ما یک تا общий سرود میخوندیم، یک تاش اگر подпевка در کار باشد، همه ما ایستاده همین یک جای ایجاد میکردیم. گاسترولو بمیره همین فقط خنده خورسندی و یک وای بود. همه وقت یک جای بودیم. دل من از فغان من رمیده است. دل من از فغان من رمیده است. ز دشتی سینه‌ام بیرون دویده است. تاجدین محیدین بغیر از اونی که سرود میخواند و هم نوازندگی میکرد باز لیاقت بلند شعرخوانی نیز داشت که اکثریت صدای او را به هنرپیشه خلقی محمود جان واحدوف مانند میکردند. برادرها دل من را کی دید است. حتی در چندین اثرهای دراموی که در تئاتر خلقی ناحیه سور پیش ناحیه بود از شهر سور با صحنه گذاشته میشد تاجدین محیدینوف نقش‌های بسیار مهم را اجرا میکرد حتی اکتیاری برجسته هم بود. یک سرود با نام مادر بود از ایرج میرزا. پیش از آنکه سرود خواند همین مقصدی همین سرود بیان میکرد و با اون صدای زیبا که وقتی دکلماسیا میکرد تمام زل انمی خیلی خاموش بود. خاموش چرا که صدای زیبا بود. نه هر حافظ این خیلی مثال قرائت شعر مثال در وقتی وای گفته میتونست و با مقصدی انا همین شعر بیان میکرد. اگر نطاق تلویزیون میشد اعلی درجه میشد. آوازش همه خیلی مرغلادوری خسروی بسیار آوازش بعد شعر میخوند و میخوند بسیار و آوازش فوران بود بسیار. همین نگاه میکنم که از کجا میام در پدر اینقدر سخنرانی عالی اینقدر صحبتایی که زبان ادبیشان شیرین مثلا کتابی صحبت میکنن و یگان جا اینو شکست زبانشون شکست نمیخورد. هر یک سخن درک میکرد و اون سخن با دل و دیده شنونده خود مخلص خود جا کردن میتوانست. این هنری والا است. اگر با ما میبودن فکر میکردم شاید با زندگی ما بهتر بود، معلومات فرهنگی ما زیاد بود، بیشتر بود و خطاگی هایی که مثلا در کسبی که ما کسب پدر پیشه کردیم خطاگی ها زیاد میکنیم. اون کس شاید ما رو از این خطاگی ها زودتر بیرون میوردن یا حتی ما شاید این خطاگی ها رو نمیکردیم. هر سرودش این یک تاریخ. کدام سرودش اگر نگیری اینا بینید که اینقدر سند دوست بود است که فرزندای ویم پای پدرش گرفتگی با خورسند میکنن. این خوشبختی نیست. میگوید که این دختر تاجدینه. من تلاش میکنم که زیادتر سرودای پدر بازخوانی کنم. بعضی وقت من حتی بازخوانی هم نمیکنم. من همین سرودی پدر همین 100 سالهای دیگر میگم که این از مد نمیرود. هیچ وقت یک ما آرنجروفکا میگیم مثلا طرز آرنجروفکا من همینو تا حاضر اینقدر شیرینن اینقدر خوب آرنجروفکا شده است که حتی ایواز کردنی وای فکر میکنم هیچ لازم نیست. حتی ما ایواز میکنیم بعضی شعرها که زمانوی کنیم همین بازخوانی کنیم این خیلی شیرین نمیباید. لحظه های واپسین عمر هنرمند به ماه ینوری سال 1997 راست می آید. نام برده این دنیا رو ابدا ترک کرد و از خود گنجینه بزرگ ده‌ها سرود و ترانه های دلنشین به میراث گذاشت.